السلام علیکم آقای حاجی میرزا. زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. سلام علیکم برادرها و شفافرما، مراجعه دارم. بسیار شما برای ریش و موی سر دارو میپرسیده. میناکسیدیل 16% اومگای ایتالیایی، همچنین برادرها 5% هستای، ویتامین بیوتین هستای و همچنین سینک هستای ویتامین. برادرها اینجا کمپلیک کورس استفاده میبره، پریمیر 3 ماه دوام میده. در مدت 2 ماه میتونه که ریش برابره، ادام بین 3 ماه میتونه که موی سر برابره. کد میده که در کره مرحمت مراجعه کنید، زنگ بزنید، به همه شهرها دستافکا میکنیم. دستافکا بیپای برادرها. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم برادران عزیز و برادران خیلی گرامی. همه شما بندگان خدا را به این روز بندگی، به این روز جمعه سید الایام، حج مسکین ها تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنی که یک جایه با شما دعا کنیم، میخواستم آغاز صحبت را از یک حدیث حبیب خدا آغاز نمایم و بعد از آن یک جایه دعا میکنیم و موعظه‌ای که امروز داریم دوام موعظه جمعه گذشته و سوالهای شما پاسخ گردانیدن است. عن جابر رضی الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قال المتكبرون. رواه الترمذي قال هذا حدیث حسن. حضرت جابر رضی الله عنه، چی نامی زیبا است برادرای عزیز. جابری که حبیب خدا خیلی دوستش می داشت، جابری که فرزند عبدالله انصاری بود، جابری که امام نووی می گوید رحمت الله علیه که 1540 حدیث از نام جابر روایت است. 1540 حدیث در برابر حضرت ابو هریره، در برابر عبدالله ابن عمر، در برابر حضرت مادرمان عایشه، در برابر حضرت انس رضی الله عنه. جابر هم یکی از راویای اکثر احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. خود حکایه می کند که در 19 جنگ با همراهی پیغمبر خدا اشتراک داشته. 19 جنگ، مگر در جنگ بدر و در جنگ احد اشتراک ورزیدن نتوانستم، به خاطر که در جنگ احد پدرم نگذاشت که من در جنگ اشتراک کنم. خودشان اشتراک کردن و در این جنگ پدرم شهید شدن. بعد شهید شدن پدر دیگر کل غزوه هایی که حبیب خدا می رفتن، من در پهلوی حبیب خدا دفاع از اسلام و دفاع از خدا می کردم. خدا رحمتشون کند. خیلی کسانی خوب بودند که چهره پیغمبر خدا را دیدند، دست مبارک ایشان را می بوسیدند، برای پیغمبر خدا خدمت ها می کردند. خوش به حالشان. الله کنتم خیر امتین گفت شما بودید ای اصحاب پیغمبر بهترین امت که در اطراف پیغمبر خدا بودند، همیشه پشتیبانی می کردند. همین جابر رحمت الله علیه می گوید بار از زبان شیرین پیغمبر خدا شنیدم که می گفت برادرای عزیز خیلی با اهمیت باشید، آن چیزی را که من به گوش شما می رسانم بسیار مهم است، خیلی ضرور است، فقط با توجه باشید. این من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه. چیزی با پیغمبر خدا فرمودند خوش به حالتان که اگر برادرای عزیز بنده های خدا اگر از آن چیزی که پیغمبر خدا اینجا خبر میدهد شما از جمله آن باشید، خوش به حالتان. محبوب ترین شما، دوست می‌دارم تو پیغمبر خدا از بین شما آن کسی را و نزدیکترین شما از روی نشست در پهلوی من در روز قیامت کیست؟ اعلان کرد پیغمبر. آن کسی روز قیامت همراه من در یک مجلس می نشیند. آن شخصی را من در روز قیامت دوست می دارم. احاسنکم اخلاقا، اخلاق خوب دارد، بچه خوب است،
آدمی خوب است. ببین بچه خوب، آدمی خوب. رسول اکرم میگوید من تو را دوست می‌دارم و تو از جمله نزدیکترین شخص ها در روز قیامت همراه من هستی اگر آداب خوب داشته باشی. ببینید آداب خوب داشته باشی. ترمذی رحمت الله علیه در سننش از عبدالله ابن مبارک روایت میکند. از عبدالله ابن مبارک پرسیدند که اخلاق حمیده چی معنی دارد؟ بچه خوب چی معنی دارد؟ آدم خوب چی معنی دارد؟ برادرای عزیز، من در یک موعظه اشتراک میکردم، حتی نام موضوعش نمیگیرم، خیلی دور است از این کولا. دامنه ها موعظه میکردن، مردم به عمل صالح دعوت میکردن، میگفتن برادرای عزیز عمل صالح کنین، لیکن شرح نمیدادن عمل صالح چیست. به این خاطر من خواستم وقتی که محبوب ترین شما، نزدیکترین شما به سوی پیغمبر در روز قیامت آدم اخلاق حمیده داشته باشد، فعل خوب داشته باشد، بچه خوب، آدم خوب باشد، پس میخواهم برای شما روشن کنم بچه خوب کیست، آدم خوب کیست. عبدالله ابن مبارک گفتند فی التفسیر عن حسن الخلق، در تفسیر حسن خلق، اخلاق زیبا را وقتی از او پرسیدند، حضرت گفتند هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی. شرح خیلی زیبا دادند، گفتند بچه خوب، اخلاق حمیده، اخلاق خوب معناش این است که همیشه انسان کشاده روی باشد، روی کشاده باشد، ترش روی نباشد. گفتی حضرت سعدی مبر حاجت به نزدیک ترش روی که از خوی بدش افسرده گردی. ببین هیچ وقت نزد آدم ترش روی حاجت طلب نکن. آدم خوب، اخلاق خوب این بود است که چهره آدم کشاده هست. ولی ما و شما هم بعض برادرامون را صفت میکنیم که بسیار یک چهره کشاده دارد. دویم حضرت گفتن بذل المعروف، آدم خوب، اخلاق حمیده معناش این است که همیشه کار خوب انجام میدهد، همیشه از پی نیکوکاری هست، همیشه نیک کار است، نیک نیت است. و کف الاذی، دیگر از اخلاق حمیده معناش این بود است که به هیچ بنده خدا آزار نمی داده است، هیچ کس را غم نمی داده است، هیچ کس را دقت نمی داده است، هیچ کس را تحقیر و تهمت و غیبت نمی کرده است. این از جمله انسانهای خوب به شمار می رود. خوش به حالتان برادر عزیز. اگر شما از جمله اینها باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث هایی که در سنن ابو داود روایت می شود ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. کسی که اخلاقی خوب دارد، کسی بچه خوب است، کسی شخصی بی آزار است، در نزد پروردگار در نامه اعمالش نویسانده می شده است روز روزدار، شب به نماز. ببین آدم خوب، اخلاقی خوب، آدم بی آزار، آدم نیک نیت در نامه اعمالش چی می نویسانده است خداوند؟ شب در نماز است، روز به روزه هست.
حق به جانب حضرت عبدالرحمن جامی است. جان در تن مرد بی ادب لرزان است. جان اینقدر چیز قیمت است. در تن مرد بی ادب لرزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. از بی ادبی کسی به مقصد نرسید، زیرا که ادب تاج سر مردان است. دادرای عزیز، خداوند در سوره قلم پاره 29 از قرآن آیت 4 حبیبش واصف میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله العظیم. ای محمد، چه اخلاق حمیده داری، چه اخلاق نیکو داری، چه اخلاق حمیده داری، چه رفتار خوب داری. خداوند پیغمبر با اخلاق حمیده وصف میکنه. قرآن آداب دارد، تلاوت قرآن آداب دارد، سلام آداب دارد، خوردن آداب دارد، خواب کردن آداب دارد، نوشیدن آداب دارد، زندگی آداب دارد، دعوت آداب دارد. ببین همه اینا با خود آداب دارد. هم برای همه این در قرآن برنامه های بهترین جای گذاشتگی است. آداب قرآن این است: باید با طهارت باشیم. بی طهارت داشتن قرآن جایز نیست. امام نووی رحمت الله علیه میگوید آداب قرآن این است که از زانو دائم بالا نگه داریم، پایان قرآن نگه نداریم. سلام آدابش این است که کلانسالها به خوردها باید سلام دهند. سلام دادن باید دستی با دست باشد، با کشاده روی باشد. خوردن آدابش این است دست هامان شسته می شود، از نزد خودمان می خوریم، بسیار نمی خوریم. خوراکی که در نزد ما می آرد اگرچند که مزه و لذت ندارد، نزد خاندان خوراک او را طعنه نمی زنیم، یا اگر کم هم نزد دسترخوانش باشد برای کم بودن خاندار مذمت نمی کنیم که بالای دسترخوان چیزی نداری. همه اینا آداب هستند. حبیب خدا گفتند محبوب ترین شما به سوی من، قریب ترین شما به سوی من در روز قیامت کی است؟ آن کسی که بچه خوب است، آن کسی که اخلاق خوب دارد. دادرای عزیز، منم بچه خوب، منم آدم خوب کسی را میگویم که امروز یک برادر مسلمانش فریب ندهد، حق برادر مسلمانش نخورد، برادر مسلمانش در غایب و در حاضر تحقیر و مذمت و غیبت نکند. این از اخلاق نیست، این از آداب نیست. حتی اینجا یک سوال الحال در دست من داد، خدا نگهشان دارد، جوان است، به خاطر نماز جمعه مکتب ترک ساخته است آمده است. من چندین بارها گفتم برادر عزیز، همون معلم هم دروغ میگوی، همون هم دروغ است. و من برای شما فتوا داده ایستادم. دادر عزیز، مکتب است، درس است، درس خوان، در مکتبت باش. همون هم عبادت است، خواندن هم عبادت است. برای شما عذر هست شما در همون مکتب اشتراک کنید. همون معلم احترام کردن هم آداب است، درس خواندن هم آداب است. من چندین بار شما رو تاکید کردم. من خودم در مکتب به بهای خوب و اعلا خواندگی هستم. دوست می‌دارم همون جوانی که خوب و اعلا خوان باشد،
مکتبخوان باشد، بیرون از مکتب کسی پیش راه شما را نمیگیرد، آمدن نمازتان خواندن گیرید. لیکن ساعتی درسی دادر عزیز، دروغ نگو. دروغ گفتی گناهکار میشوی. اینم از آداب نیست. انشاءالله من جمعه گذشته در پیشگفتار خود بدترین شما به سوی من کین است، دورترین شما به سوی من در روز قیامت کیست، که دوام حدیث من به پررگی خواندم و شرحش جمعه آینده برای شما میکنم. فقط مقصدم از این حدیث این است که برادرای عزیز و گرامی، در برابر این نماز خواندن، در برابر مسجد آمدن، شما همه آداب و باز رعایت کنید. از همه بالا عبادت خدا و عبادت پیغمبر خدا، شناختن پیغمبر خدا، اینم از بالاترین آداب شماست. احترام پدر و مادر، احترام همسایه ها، اینم از جمله آداب هستند. با آداب باشید، یکدیگر را دشنام ندهید، یکدیگرتان را تحقیر نکنید. همه شما فرزند حضرت آدم هستید، همه شما مؤمن هستید. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشکده شهر کولاب از شما، شاید دوشنبه باشد نمیدونم، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. میگویند که حاجی وقتی که با ماشین به کوچه و شهر میگذرد آدمان را سلام نمیدهد. این چی معنی دارد؟ هی نمیدهد گناهکار میشود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا میگوید اولاترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که اول سلام میدهد. اینجا مقصد از حاجی نیست. حال مردم ما بسیارتر مثال همین ملا و حاجی را میارند، غیر اینها را هیچ وقت مثال نمیارند. گویا که فقط گناهکار همین حاجی ها هست و ملا ها هست، تمام. دیگر این خیر پیادی تماما گویا عیب ندارد. این سلام ندادن ای غیر ملا و حاجی هم سر میزند. این برای عام است، برای همه هست. اینش هم شما به نظر گیرین. اون یک کتاب تبلیغ خواندم، آداب تبلیغ، میگوید آمده که یک شخص نشسته نماز میخواند، در حال او را سیاست نکن که چرا نشسته نماز خوانده ایستاده ای. اول پرس کنیمو شاید پاهاش درمنده است، شاید فشار خون دارد، شاید نفهمد که همین راز خواندن فرض است، مثلا یگون عذر دارد. بعد آن که سخنهای را شنیدی بعد به سر خلاصه بیا، یکی یک باره بالای او حجوم نکن. مثلا این حاجی که سلام تا نداده است، شاید بیچاره فکرش پریشان بود، یا شاید ماشین چیزی هست که دیگر هر کس سلام دادی یا که خیلی رها را هم از میدانه نخیر، در یک شکری میزند، یک غیرا بیراه می شود. به این خاطر این عذر نیست دادر عزیز. اگر دیده و دانسته سلام ندهد، خیلیش معلوم است ممکن است جهت یگان نادانیش باشد، نافهمی باشد، تکبریش باشد، انشاءالله اصلاح می شود. لیکن سلام همه ما و شما باید دهیم. سلام ای الاسلام خیرون. ابو موسی اشعری را حدیثش است، از پیغمبر خدا پرسیدند کدام اسلام بهترین است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. ببین بهترین اسلام این است که کسی را طعام میدهی یا کسی را شناسی نشناسی باید سلام دهی. کسی را میشناسی نمیشناسی باید سلام دهی. اگه امروز روزگار و این جمعیت و این شرایط ما و شما را، بعضی از ما و شما را وادار کرده است که یک شخصی که کمتر شرایطش میرسد، دسترس از پول داره، منصب داره، فلان و فلان است، سلامش میتین. آدمای فقیر و بیچاره و ناتوان و بیکسه کسی سلام نمیدهد، پرواش هم ندارد، لیکن گناهکار میشود.
حبیب خدا گفته این سال است کسی را میشناسی نمیشناسی، کسی از دستش کار می آید نمی آید باید شما سلام دهیم. سلام این قرض است. آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمی توانید، با زبانتان خوانده می توانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید، چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زن من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نابسته از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است؟ میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمود داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخ کنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند، مقصد برای شوهرها. لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست. برای شوهر درست است، پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است، هر نمود زیبایی را بخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمهاش سرمه میمالیدند. این طبابتی است، این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند، انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم. در مردم ما حاضر سرمه کنی همه میخندند، میگه سال چی فعل است گفته. در خارج همه مردها حتی فرزندکاشون در دستشون در چشمای میده میده هم بچکایی که دارن سرمه میمالند. این به خاطر شفا هست.
این به خاطر هست که در توصیه های پیغمبر خدا وجود دارد.